بعد از اینکه النی به دریا میفته، اوروچ اونو پیدا میکنه و نجاتش میده و وقتی النی به هوش میاد، اوروچ میفهمه به سر اون ضربه وارد شده و النی هم چیزی یادش نمیاد. اوروچ النی رو بغل میکنه تا از اونجا ببره و سوجان که در اصل اون النی رو به دریا انداخته، با دیدن اون دو با هم عصبانی میشه. عادلم که به دنبال النی رفته، از طریق هجران متوجه میشه النی از اونجا رفته. عادل بعد از اون سراغ اسمه میره و به اون میگه میتونه توی زمیناش بمونه، فقط به شرطی که شریف پاشو اینجا نذاره. اوروچ النی رو پیش اسمه میبره و ماجرا رو هم براش تعریف میکنه. النی هم چون یکی قصد کشتن اونو داشته، از اسمه میخواد با عادل تماس بگیره تا بیاد، چون فقط به اون اعتماد داره. عادل وقتی میاد النی با گریه بهش میگه یکی قصد داشته اونو بکشه و عادل هم اونو بغل میکنه و بهش قول میده دیگه اونو تنها نذاره. اسمه هم به خاطر اینکه عادل اونجاست، شب رو بیرون کلبه سپری میکنه. ظریفه شبونه به دیدن فاطمه که اونو زندانی کردن میره و فاطمه با دیدن اونا داد و بیداد میکنه. ظریفه هم بدون توجه به اون موهای فاطمه رو میبره تا اونو برای عادل ببره. صبح فردا عادل از اسمه میخواد اگر فهمید کی قصد جون النی رو کرده حتما بهش بگه، چون اسم اهل فورتوناست و ممکنه اون شخص رو قایم کنه. اسمه هم عصبانی میشه و بهش میگه من از قاتلان محافظت نمی کنم. اما عادل در جواب میگه تو با یه قاتل ازدواج کردی و همبستر شدی، پس ممکنه اون قاتل هم مخفی کنی. اسمه میخواد دوباره به عادل شلیک کنه، اما النی که تازه بیرون اومده جلوشون رو میگیره و نمیذاره. اسمه بعد از اون پیش ظریفه که خوابه میره و به اون میگه میدونه که دیشب النی رو به دریا انداخته و باید از آسیب زدن به النی دست برداره. ظریفه هم در جواب بهش میگه زیاد به اون دختر بها داده و اونو جای بچی خودش که مرده گذاشته. اسمه هم وقتی این حرفو میشنوه با ظریفه گلاویز میشه. اوروچ و ایسو به در خونی بهجت میرن تا اونو بدزدن و سوجان که اونا رو دیده بهشون توی این کار کمک میکنه. اوروچ بعد از گرفتن بهجت اونو شکنجه میکنه و میفهمه انداختن النی تو دریا کار بهجت نیست. سوجانم وقتی میفهمه اوروچ دنبال پیدا کردن اون آدمه میترسه و میره. ایسو هم بعد از رفتن سوجان به اوروچ میگه جلوی نامزدت داری برای یه دختر دیگه خودتو به آب و آتیش میزنی و این درست نیست. دایی و غضب بدون اینکه به عادل خبر بدن همه جا رو دنبال فاطمه میگردن و در نهایت توسط ایوب متوجه میشن ایسو فاطمه رو دزدیده. از طرف دیگه ظریفه به همراه اوروچ و اسمه و سوجان پیش عادل میره و موهای بریده شده فاطمه رو بهش میده و میگه در ازای پس دادن خواهرت باید اون زمینایی که گرفتی رو بدی. عادلم که خیلی خشمگینه پیش شیرین میره و اونو با جون شریف تهدید میکنه و بهش میگه اگه ایسو رو تا امشب به من تحویل ندی شریف رو میکشم. عادل وقتی نمیتونه فاطمه رو پیدا کنه برای شیرین یه فیلم از شریف تو زندان میفرسته و اونو تهدید میکنه. شیرینم صبح فردا به دیدن شریف میره و از زیر زبون اون حرف میکشه و میفهمه که ایسو و فاطمه کجان. بعدش هم با عادل تماس میگیره و به اون اطلاع میده. از طرف دیگه فاطمه که موفق شده دستاشو باز کنه به ایسو حمله میکنه و با اون درگیر میشه و همین بین عادل سر میرسه و ایسو رو کتک میزنه و فاطمه رو بغل میکنه. بعد از اون عادل ایسو رو برای مجازات پیش گله قوچ ها میبره و علیرغم التماس های اسمه اونو جلوی چشم همه زیر پای قوچ ها میندازه. ایسو رو به درمانگاه میبرن و النی وقتی بالا سر اون میره ظریفه موهاش رو میگیره و نمیذاره اون به ایسو نزدیک بشه. اسمه هم با ظریفه دعواش میشه و بهش میگه مسبب این حال ایسو تو هستی که اونو مجبور کردی فاطمه رو بدزده. النی در نهایت ایسو رو که نمیتونه نفس بکشه نجات میده و اوروچ هم جلوی همه اونو بغل میکنه و ازش تشکر میکنه و میخواد بعدش ایسو رو به بیمارستان منتقل کنه
ولی اسم اجازه نمیده و بهشون میگه من وقتی به کوچاری شلیک کردم اون منو لو نداد، ما هم الان نمیتونیم اونو لو بدیم. شب وقتی عادل به خونه میاد به خواست فاطمه موهای اونو به خاطر اینکه فورتونا ها بهش دست زدن کوتاه میکنه. همین بین عروج و شیرین پیش عادل میان و عادل بهشون میگه من به شیرین قول دادم ایسو رو زنده بذارم به شرطی که کاری به زمینم نداشته باشین و کسی که قصد جون النی کرده رو پیدا کنین. شیرینم شرطا رو قبول میکنه و رسما به دعوا پایان میدن. صبح روز بعد النی وقتی عروج رو میبینه بهش میگه مادر ناتنیش بهش پیام داده و گفته جونش توی اون روستا در خطره. از طرف دیگه ملینا مادر النی که به اون روستا آمده یکی از دوستاش به اسم میکائیل رو میفرسته تا مراقب النی باشه و میکائیل هم بهش میگه نگران النی نباش چون جاش امنه و عادل و عروج از اون مراقبت میکنن. عادل زمینای چای فورتونا و همینطور کارخونه اونا رو آتیش میزنه و بعدش به ظریفه و بقیه خبر میده. ظریفه هم وقتی خبر رو میشنوه غش میکنه. وقتی عادل میخواد بره اسمه هم همراه اون میره تا فاطمه رو ببینه و از اون معذرت خواهی کنه، ولی فاطمه به اسمه میگه این دشمنی رو تو موقعی که با قاتل بابام ازدواج کردی شروع کردی و من زمانی تو رو میبخشم که داداشم تو رو ببخشه و حقش رو حلالت کنه. عروج به خاطر اینکه بفهمه کی النی رو توی دریا انداخته دوربین تمام قایقا رو جمع میکنه و با اسم اونا رو نگاه میکنه. ظریفه که میدونه سوجان این کارو کرده به بهونه عروج رو از اونجا دور میکنه و اسم وقتی فیلم سوجان رو میبینه قبل از اینکه عروج بفهمه اون فیلم رو برمیداره. اسمه بعد از اون پیش سوجان میره و اونو کتک میزنه و بهش میگه منو هم شریک جرم خودت کردی چون اون فیلم رو از بین بردم. النی که فهمیده عادل اسمه رو دوست داره از اون نحوه آشناییشون رو میپرسه و عادل هم بهش میگه 21 سال قبل اونو توی همین زمینا دیدم و باهاش مخفیانه ازدواج کردم. ما میخواستیم فرار کنیم اما نتونستیم و اون رفت و با شریف ازدواج کرد. عروج که فهمیده ملینا به اون روستا اومده سراغش میره و ازش میخواد بهش بگه چرا جون النی در خطره. ملینا هم در جواب بهش میگه باید از النی در برابر عموت محافظت کنی. فیلم دوربینای قایق رو برای عادلم میارن و اسم وقتی میفهمه عادل رو دست به سر میکنه و فیلمایی که سوجان داخلش هست رو برمیداره. عادل وقتی میاد و میبینه فیلما نیست سراغ اسمه میره و میفهمه اسم اونا رو توی دریا انداخته. عادل با ناراحتی از اسم دلیل کارش رو میپرسه و بهش میگه چرا دوباره از پشت بهم خنجر زدی؟ همین بین شریف که از زندان آزاد شده سر میرسه و روی عادل اسلحه میکشه.